من برگشتم با شما یکی از این پرچم‌ها رو انتخاب کنید. من پاریس رو انتخاب کردم. تازه توی پست اینستام هم گذاشتم، بیشتر پاریس انتخاب کردن. خب کدوم لباس رو انتخاب میکنید؟ من مرینوس انتخاب میکنم. نظرتون رو شما حتما به من بگید. تو هواپیما به هم غذا دادن ولی من رژیمم چه واسه همین غذای دیگه بیارید. حالا شد یه چیزی. خیلی خسته شدم و باید حالا بخوابم. حالا بریم جاهای دیدنیش. من برم قایق، امیدوارم مرینس رو نبینم. ببینم یعنی بگم وای دیدمشون. یه صحنه هایی در کار بود از اول. چقدر طولانی ها. خب برم شنا کنم و بریم خرید. ای تو آب افتادم، شنا کنم. خب حالا لباسمون که حساب خیسه و حالا کدوم یکی از این لباس رو انتخاب میکنید بپوشیم؟ البته من مشکیه رو انتخاب میکنم وسط شماره 2. حالا هوا حسابی آفتابیه و من عینکم شماره 3 رو انتخاب میکنم. تازه شانسم آوردم، مال من استیکر روی شکل انتخاب کردم. وای بین گردنبنده های چند تا گزینه ملکی انتخاب کنید. من این آبیه رو میخوام. از این یکی هم نمیخوام بردارم. از این یکی هم من گردنبند قلبیه رو برمیدارم که اونجا جواهرات من همشو میخوام. اینم اون عدد 1 2 3 و عدد 4 رو برمیدارم. اون صورتیه. خب بریم مغازه و خریدمون رو بکنیم. سبت خریدمون کلی چیز میذاره. از کلی چیز میذاره. من تخفی مخفی نمیدم. از پیش از این آقای بداخلاق خب حالا بچه ها، چون اسپانیا هم 2 رای آورده بود و برنده دوم بود، بنابراین اسپانیا میریم. ایرانم دوست دارم، ایران وطنم، ایران، ولی نمیشه میریم اسپانیا. هنوزم لباس پاریسی تنمونه، پس از لباسای اسپانیا خرید میکنم. من شماره 2 رو میخوام. جای دیدنی من عشق پرنده ها رو انتخاب میکنم. شما حتما نمیرید. بگمش که قوهای عاشق رو انتخاب میکنم. من حوصله خرید مرید ندارم. حالا بریم کره، کنار رومی از اسپانیای عزیز خداحافظی میکنم. کنار فیلم شکارچیان شیاطین کیپاپ بریم. حالا از اسپانیا بریم ها. اوپس، این زوجای عاشق رو دیدیم. خب دیگه بس سانسور کنید. دفعه پیشم مرینه تاجیان دیدیم. باورتون میشه من خودم رسما 1 ستارم. من خودم آهنگ میخونم، آهنگای این البته. یه میلیتی که شدم نمیشه برگشت عقب، اما تو خورد شیشه ها دیدم زندگی من. این منم زانو گیج تاریک با همونی، صدام بی دروغا پیچی تو آسمون، چهره شستم رنگا رو از رو بوم قلبم. من باید میتابید نور صدامون کناره. این ما این شهر شیر صدامون گرم و تید، شعر ناقص ما همین آهنگ انگار. هنوز میرا و زویی نیومدن. جالبش اینه که مادر من یا پدرم هر کدومشون یکی از ایناست. اسم من گذاشتن رومی. اول از اون میخواستم موام رنگ بنفش بدم و بعد از این گفتم اینجوری هم که میشه شد. حالا آهنگ انگلیسی شو بخونیم. I was a girl, I was a love, yes again. قصد شدم از آهنگ انگلیسی. من فارسی رو بیشتر دوست داشتم. بچه ها تشویق نکنید، بار بعد تشویق بکنید باشه؟ مرسی. بیا غذای کره‌ای، بیا سوشی با چاپستیک خیلی حال میده. ما چه حیف که من چاپستیک زیاد بلد نیستم. و یه غذای دیگه که امیدوارم بعد از خوردن اینه مریض نشم و بالا نیارم. مزهش اونقدر خوب نیست ولی میخوای بخوریم.
اول از همه سراغ غذا میرم. حالا بریم جای دیدنی. من شماره 1 انتخاب میکنم. تو هم باحاله ها. از اینا اجازه گرفتم، بهشون گفتم ازشون عکس بگیرم توی پست یوتیوبم، پیج یوتیوبم بذارم. اینا اجازه دارم، فقط به من گفتن صورتشون رو سانسور کنم. اون تپی ها، این 2 نفر تپ دیگه جز 2 داختشون. راستی میدونید من معلم اسپانی هم هستم، معلم زبان اسپانیایی. توی یه ماه 5 روز دارم. خیلی خستم چون فردا کنسرت دارم. امروزم داشتم. بخوابم. خسته نشید، تماشام کنید تا میتونید. خسته شما من میخوابم. ویدیو سابسکرایب یادتون نره و کانال من ساب کنید بگم و این ویدیو لایک کنید و کامنت بذارید. اگه دوست دارید بار بعدم بریم از این جاها، حتما قلب صورتتون بکنید و قرمز. اگه خودتون دوست دارید داشتن کامنت کنید. کنسرتم شروع شد. خب بریم آهنگمون رو بخونیم. من میدونستم یه روزی برمیگردی، میدونستم میای و منو بغل میکنی، دوست داشتم همیشه تو رفتی ولی فکر تو مون تو سر من، تو رفتی ولی من همیشه دوست داشتم. حالا از اینجا خداحافظی کنیم و بریم به شهر خودمون. خب خدا نگهدار بچه ها. دلم واسهتون تنگ میشه. کانال رو حتما ساب کنید. خب بچه ها خداحافظ. اگه بازم از این پستو بذارم حتما به من بگید توی کامنت. ساب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید.